سرایت الله بهجت بودیم، خدا حفظشون انشاءالله. بنده سوال کردم که حاج آقا مبشراتی راجع به امام زمان، نزدیک شدن فرج، نزدیک بودن فرج خدمتتون هست؟ بنده سوال کردم از ایشون مبشراتی از اینکه نزدیک باشید فرج حضرت خدمتتون هست؟ فرمودن بله. بهشون عرض کردم که میشه بفرمایید. فرمودن من یک دوستی دارم تشرف محضر حضرت دارد. آیت الله بهجت فرمودن من یک دوستی دارم تشرف محضر حضرت بقیت الله دارد. آمد منزل ما. ایشون فرمودن آمد منزل ما. ازش سوال کردم تازگی تشرف داشتیم حضرت امام زمان؟ گفت که چرا؟ گفتم از فرج و ظهورشون سوال نکردی؟ گفت چرا؟ گفتم حضرت چه فرمودن؟ این آقای بهجت فرمودن. فرمودن بهش گفتم سوال کردی از فرج؟ گفت بله. من بهش گفتم که حضرت چی فرمودن که چه وقت ظهور میکنن؟ گفت من سوال کردم یا ابن رسول الله فرض شما برای عامه مسلمان ها چه وقته؟ فرمودن نزدیک است. عرض کردم یا ابن رسول الله من هم زمان ظهور شما رو درک میکنم. فرمودن پیرمردتر از شما هم درک پیرمردتر از شما هم درک میکنن. بنده سوال کردم از آیت الله بهجت این دوست شما که این تشرف رو داشته چند سالشونه؟ ایشون فرمودند که 62 سال. پیرمردتر از شما هم درک میکنن. برادر فرض نزدیک است. لکن همین که مکرر عرض کردم گفت تا نگرید طفل کی نوشد نبرد. دعا کنید آقا. عرضه متوقفه بر تقاضاست. بخواید خدا بده، تقاضا بکنید از خدا، خدا عنایت میکنه. دعا کنید مخصوصا بعد از نمازها موقع استجابت دعا. یکی وقتش وقت قرآن خوندن است، دعا مستجاب است. نزدیک غروب آفتاب موقع استجابت دعاست. وقت وزیدن باد موقع استجابت دعاست. بعد از هر نمازی موقع استجابت دعاست. موقع باریدن باران موقع استجابت دعاست. مخصوصا شب و نصف شب قبل از اذان صبح بلند میشه سحری بخوری، 2 رکعت نماز بخور، خدای فرج آقامون رو برسون، دعا رو بکن، انشاءالله خدا دعا مستجاب میکنه.